هرچی کاشتی همان می‌دروی. این است خلاصه نظام نوی پرداخت نفقه در تاجیکستان. اما بر پایه قانونی که تا حال عمل می‌کند، ناوابسته به میزان معاش و سابقه کار، نفقه یک شخص نمی‌تواند از 624 سامانی بالا باشد. از این رو بازنشستگانی که سالهای طولانی زحمت کشیدند با این نفقه ناچیز خود را فریب خورده می‌پندارند. منیره آرزوبکова ساکن 63 ساله شهر دوشنبه 43 سال عمر و نور چشمانش را صرف زردوزی در ارتل کرده است، ولی نفقه‌ای که امروز میگیرد حتی برای خوراکواری هم نمیرسد. 300 سوم نفقه میگیرم. همین سخی زردوزی ارتل زردوزی به کار میکردم. پای هم یگان روز به بالنشینی به هیچی کار کردم. 43 سال زردوزی به کارم وازبین بود. چی روزم با همین وای بوده حالی. وقتی که کار میکردم با شب روز شدت میدوختم و زندگی میبردم. حاضر بعد پنسه کن دست نگار شدم. پس پیری اکن اثر کرده است. پیری گنده بوده است. شویله کردیم یالما. گوش به زورمون نمیرسد. همین مرکتی. یگانه امیدواری خاله منیره وعده تا 20% بالا بردن نفقه در سال جاری بود، اما مقامات گفتند با تاثیر بحران اقتصادی درآمدهای بودجه کاهش یافت و تصمیم بالا رفتن نفقه نیز تا به وقت نامعلوم موقوف گذاشته شد. از سال باید 2017 شخصانی که مثلا مردها از سن تولدی 54 سال 1954 زنها از سال 1959 با گرفتن نفقه نو یعنی بی حدود بوده. اگر 3000 گرفت 80% میگیرید، 3000 گرفت 80 2400 همه گرفتن به وجود میاد. بنابر معلومات آژانسی سقوط‌های اجتماعی و نفقه تاجیکستان، تفاوت قانون نو از قانون قبلی در آن است که اندازه نفقه نه از روی مزد میانه 2 سال اخیر و یا 5 سالی دوره انتخابی تعیین کرده می شود، بلکه از روی سهم‌های سقوطی که شهروند در تمام دوره فعالیتش پرداخت کرده است معین می گردد. در اساس قانون درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی تمام دوره فعالیت بین‌الملل میگیرند. اگر تعیین نفقه از حد نهایی بالا باشد، مثلا اگر 800 سوم باشد، با آنها نفقه البته با حد نهایی پرداخت کرده میشن، یعنی 624 سوم. شهروندانی که در اساس شرط مهرهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی میبرند، به حالت امروزه تعیین نفقه آنها به محدودیت تعیین کرده شده است. اما نظام نوی نفقه که تاجیکستان به آن گذشته نیست برای آنهایی که کار و شغل رسمی نداشتند و یا حیاتشان را در مهاجرت گذرانیدند پیری سیر و پوره را تأمین نخواهد کرد. این گونه افراد تنها به نفقه مینیمالی می توانند امید بندند که حالا همگی 130 سامانی کمتر از نرخ یک لینگ آرد است. دولت تاجیکستان جهتی فراهم کردن نفقه مهاجران کاری تاجیک از روسیه درخواست کرده است حداقل یک قسمی پول اندازهای مهاجران می پرداخته را به تاجیکستان انتقال بدهد. ولی این مسئله هنوز حل نشده باقی مانده است و معلوم نیست مهاجران تاجیک در پیرانسالی از نفقه شایسته برخوردار خواهند شد و یا نه. در حال حاضر در تاجیکستان حدود 621,000 نفر نفقه خوران به سر میبرند و حجم میانه نفقه 230 سامانی را تشکیل میکند.